یک موضوع بسیار خطرناک امروز در بین جامعه من و شما رواج پیدا کرده، به خصوص بخش خواهران و قشر خواهران من و شما به بسیار لعنت میفرستند، ناسزا میگویند. رسول معظم اسلام ارتباط با این موضوع سه حدیث دارند. رسول معظم اسلام در حدیث اول میفرماید لعن المؤمن کقتله، کسی که ناسزا برادر مسلمان خود را میگوید، کسی که لعنت برای برادر مؤمن مسلمان خود میگوید، مثل کشتن او میباشد. در حدیث دوم ارتباط به این موضوع رسول معظم اسلام میفرماید سباب المسلم فسوق و قتاله الکفر، کسی که با برادر مسلمان خود را دشنام میدهد، کسی که برادر مسلمان خود را میگوید، کسی که لعنت برای برادر مسلمان خود میگوید، کسی که گپ‌های زشت و پوچ و بی‌معنا و لم یصل و رکیک و خطرناک برای برادر مسلمان خود میگوید، فسق میباشد. و جنگ کردن و دعوا کردن با برادر مسلمان خود کفر. در حدیث دیگر رسول معظم اسلام ارتباط به این موضوع میفرماید که بسیار تکان دهنده است، بسیار خطرناک است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید یکون اللعابون شفعاء شهداء یوم القیامه، کسی که ناسزا برادر مسلمان خود را میگوید، کسی که لعنت برادر مسلمان خود را میگوید، روز قیامت و محشر شفاعت رسول خدا و حبیب خدا نصیبش نمیشه، مورد شفاعت شفیع المسلمین قرار نمیگیرد.